اسفندیار سعدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان اعتراف کرد که سرعت اینترنت در کشور پست است و کاربران از صفت آن ناراضی‌اند. او روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت برای بهتر کردن خدمت رسانی‌ها چاره‌جویی خواهند کرد. ما تمام سعی و کوششمون رو برای بهتر نمودن صفت علاقه، بهتر نمودن خدمت رسانی‌ها در ساحه علاقه و اینچنین خوبتر و دسترس نمودن علاقه موبیلی نیز راه اندازی می‌نماییم. در نزد ما سپارش‌ها خیلی زیاد هستند. ایرادها از جانب پیشوای معظم ملت یک چند مرتبه شدن اویدی بهتر نمودن صفت خدمت رسانی با اهالی جمهوری تاجیکستان و کوشش می‌نماییم که در با جلب متخصصان ساحه همچنان که در برآمد خودم قید کردم متخصصان کسبی ساحه، متخصصان بین‌المللی و آن اینستیتوت‌هایی که بین‌المللی که هستند جلب نموده استراتژی و برنامه ساحوی را تهیه و برای تطبیق آن راه‌های حل خود را یابیم و کوشش بخرجیم. شکایت‌ها از سرعت پست و گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان سال‌ها صدا می‌دهند. در مورد سرعت اینترنت در حقیقت چنین کمبودی‌ها در ساحه وجود دارند. ما این را قبول داریم. شکایت‌های اهالی خیلی زیاد هستند در این مورد از جمله در ناحیه و شهرهای اطراف شهر دوشنبه و دوردست. ما در این مسئله با نمایندگان شرکت‌های موبیلی علاقه صحبت داشتیم. این را پورا همه جانبه می‌آموزیم. همچنین نیت داریم که در آینده نزدیک وابسته به نرخ اینترنت همکاری را زیست نماییم و شرکت‌های وارد کننده اینترنت را وابسته نموده نرخ اینترنت را کمی پس نماییم. از سال 2018 بازار اینترنت تحت نظارت شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد. پیشتر شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارج اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه آنها وظیفه‌دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکام بخرند. باید که بازار در این ساحه آزاد باشد. هنگامی موجود بودن بازار آزاد و رقابت آزاد بین شرکت ها آنها می توانند که در رشد تکنولوژی یک سهمگذار باشند و با رشد تکنولوژی اینچنین خدمت رسانی خود را بهتر کنند و در نتیجه تاثیر رقابت در بازار نرخ آن هم می تواند که پس شد و چنانکه که تجربه سالهای پیشین نشان داده بود هر قدر که نظارت و فشار بالای این شرکت ها کمتر باشد همان قدر هم صفت خوبتر می شود هم تکنولوژی نو وارد می شود هم نرخ و نو نیز باز هم دسترس تر می شود برای اهالی. رئیس خدمات علاقه تاکید نمود که حالا 4 شرکت وارد کننده اینترنت هست ولی در این باره شرح و توضیح بیشتر نداد. با اطلاع دیت ریپورتال تنها 41.5% اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند. در رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبیلی میان 143 کشور در مقام 139 قرار گرفته است. مقامات وعده داده است که صفت اینترنت را بهتر و نرخ‌ها را کمی پایین خواهد برد. اما با نظارت مقامات در بازار سوال اساسی این است که آیا واقعاً تغییراتی در راه است؟